بریم بعدی بچه. این چی میگه؟ متحرکی روی خط راست، بچه ها سوالای خوبی هن، از مکان x مساوی 0 بدون تغییر جهت تا مکان x مساوی l تو شکل داری میبینی جابجا میشه. از این متحرک در بازهای زمانی یکسان عکس گرفتیم، مثلا یه ثانیه عکس گرفتم. خب و شکل مقابل مکان متحرک رو در این لحظات نشون میده. کدوم یکی از نمودارهای زیر میتونه مکان زمانش باشه بچه؟ کدوم میتونه مکان زمان باشه؟ بچه اول سرعت هم باز به نسبت زیاد بوده، بگم سرعت به نسبت زیاد بوده، بعد کم شده، بعد کم دوباره اینجا تقریبا ثابت شده سرعت هم، این فاصله ها یکیه، توی این وسط مسطا فاصله ها یکیه، بعد کم سرعت هم زیاد شده، بعد انگار تهش هم یه کوچولو میخواسته کم کنه. ببینیم چی میشه بچه‌ها. پس اون وسط مسطا باید سرعت رو مقداری کم کنیم، بعدش هم سرعت رو زیاد کنیم. حالا این چی بوده؟ اول یه سرعتی داشتیم، بعد اینجا سرعت رو زیاد کردیم، شیب زیاد شده. بچه‌ها مکان زمان ما دیگه میدونیم شیبش به ما چی میده؟ مکان زمان، نه گزینه 4. مکان زمان به ما شیبش چی میده؟ داره شیب مکان زمان به ما سرعت رو میده. لحظه ای سرعت داره زیاد میشه، من گفتم اینجا باید سرعت کم شه، اینجا سرعت باید کم شه. اوکی؟ پس هیچ ولش کن بذار کنار. برو بعدی گزینه 3 چیه؟ سرعت دارم، بله، بعد کم شده، بعد زیاد شده. این خیلی کاندیده جوابه. بعدی حالا این که اصلا داشته در خلاف جهت میرفته بچه‌ها، بعدش هم سرعتش کم شده، بعدش هم اندازه‌شو بگم اندازش کم شده، بعدش هم دیگه اصلا زیاد نشده، اصلا در خلاف جهت داره میره، ولش کن. شیب منفیه، این اصلا داشته اینوری میرفته ولی داره به من میگه از صفر دارم میرم به اینور، پس اون کلا اشتباه اندر اشتباهه. بریم سراغ گزینه آخرمون، ببینیم گزینه آخر گزینه اول بوده البته. حالا اینجا شیب دارم، بعد کم اومده، شیبم کم شده، سرعت کم شده، ولی بعدش دیگه زیاد نشده، اینم نمیتونه باشه. ببین تست قیافش چه ترسناک بود ولی چقدر ناز حل میشد. با یه مفهوم سرعت که شیب نمودار مکان زمانه چقدر راحت حل میشد. و جوابم گزینه 3. سرعت زیاد کم زیاد، همین تموم شد. برو بعدی. یه سوال بهتر. چه سوال خوبی. نمودار مسافت بر حسب زمان متحرکی که روی خط راست حرکت میکنه مطابق شکل کدوم نمودار نمیتونه معرف مکان زمان باشه؟ بچه‌ها نمیتونه معرف مکان زمان باشه. منظور چی؟ بچه‌ها هر جا تندی صفره یعنی من وایسادم، تندی صفر باشه سرعت هم صفره دیگه، یا سرعت صفر باشه اندازه سرعت میشه تندی هم صفره. خب بچه‌ها نگاه کنید اینجا یه لحظه خط رو نگاه کن افقی داده، یعنی یه لحظه شیبت صفر شده، یه لحظه تندی صفر شده. اگه اسه یعنی تندی صفر شده، تندی صفر بشه یعنی سرعت هم صفره، تندی مساوی صفر بشه یعنی سرعت هم، حالا بردار سرعت هم مساوی صفره توی این لحظه. پس یه جا سرعت من صفر شده، نمودارها مکان زمانی اینجا هم بهت داده. شیب مکان زمان چیو میداد عشقم؟ شیب خط موماس بر نمودار مکان زمان چی میداد؟ سرعت یه لحظه صفر شده میتونه باشه، سرعت یه لحظه صفر شده میتونه باشه، سرعت یه لحظه صفر شده تو گزینه 3 میتونه باشه، سرعت یه انتها صفر شده نمیتونه باشه. وسط ماجرا که سرعت صفر نشده، من گفتم وسط ماجرا باید سرعت صفر میشد، بعد اینجا وسط ماجرا تازه سرعت هم زیاد شده، اشتباه. گزینه 4 جواب منه. دنبال اونی بودم که نمیتواند. بچه‌ها به اشتباه نیافتید، دنبال نمیتوانده بودم. گزینه 4 جواب منه. برو بعدی. مفاهیم ها بچه‌ها مفهوم حواستون باشه. وای سرعت نمودار سرعت زمان. داریم میریم قسمت بعدی ببینیم چیه. دارم تست رو لول کم میبرم بالا. نمودار سرعت زمانه متحرکی که روی محور ایکس حرکت میکنه به صورت مقابله. در مدت زمان حرکت به ترتیب چند مرتبه جهت حرکت عوض شده. بچه جهت حرکت یعنی بردار وی. گفتیم جهت حرکت رو وی به من میده. اوکیه؟ و چند بار جهت شتاب عوض شده. جهت شتاب اگر خواهش من چی بود؟ نمودار ببینی اول ببین چی بر حسب چیه؟ سرعت زمانه.
بنابراین جهت شتاب جایی عوض میشه که شیبم عوض بشه. شیب عوض بشه. حله، بریم جلو. بچه‌های نازنین، بردار سرعت ما که داره جهت حرکت عوض میشه، که داره جهت حرکت رو نشون میده، عذرخواهی میکنم. کجا عوض میشه؟ من عوضه رو زودتر گفتم که داره جهت حرکت رو نشون میده. کجا عوض میشه؟ اینجا سرعتم منفیه بچه‌ها، دارم در خلاف جهت محور ایکس رو میرم. اینجا سرعتم مثبته، دارم در جهت محور ایکس رو میرم. اینجا جهت عوض شده، جهت سرعت و جهت حرکت عوض شده. حالا اینجا سرعتم منفیه بچه‌ها، اینجا هم سرعتم ببخشید مثبت، عذرخواهی میکنم، سرعتم مثبت بالای محوره بچه‌ها، ویتی ها ویتیه، سرعتم مثبت، اینجا سرعتم منفی. اینجا جهت عوض شده، جای دیگه عوض نشده. اینجا به صفر رسیده سرعت ولی عوض نشده، بالا نیومده که بگم عوض شده. پس عزیزای دل من، چند بار جهت حرکت یا جهت سرعت عوض شده؟ 2 مرتبه. من این گزینه رو و این گزینه رو باید بذارم کنار. و یه توضیح بچه‌ها، توضیح بسیار مهم. اگر نمودارم مکان زمان بود، میگفتم که اینجا کلا سرعتم مثبته چون شیبش سرعت میداد. این تفاوت‌ها باید خوب بفهمیم. کلا سرعتم مثبته، بعد سرعت صفر. اگه مکان زمان بودا، بعد سرعت مثبته، بعد صفر، سرعت منفیه، صفر مثبت، صفر مثبت، صفر منفی. اون موقع میشد مثلا یه بار اینجا گفتم مثبت منفی سرعت، یه بار اینجا میشد این وسط، یه بار اینجا منفی مثبت اینجا، یه بار اینجا مثبت منفی اینجا. 3 مرتبه میشد اگر نمیدارم مکان زمان بود. پس میبینی این 3 چرا آورده؟ برای اینکه تو عشق من به اشتباه بیفتی، بگی این سرعت زمان، حواست نباشه. خواهشی که ازت کردم گفتم نمودار قبل این که حل کنی ببین چی بعد از به چیه، حواست نباشه اشتباه کنی. پس حواست جمع کن. حرکت بعد چیه؟ جهت شتاب. شیب سرعت زمان به من شتاب میداد. رنگ عوض، رنگ عوض. بچه‌ها شیب اینجا مثبته، اینجا منفی شده، پس اینجا ای تغییر جهت داده 1 مرتبه. اینجا شیب منفیه، اینجا شیب مثبته، اینجا جهت شتاب عوض شده 2 مرتبه. اینجا شیب مثبته، اینجا شیب منفیه، اینجا جهت شتاب عوض شده 3 مرتبه. خدا بده برکت، جواب گزینه 2. حل قشنگ کاراکترهایی که توی جلسات قبل گفتم و دارم اینجا پیاده میکنم. و حتی بهت میگم اگر مثلا نمودارت فلان بود چی میشد، مکان زمان بود چی میشد. خیلی خوبه که این تفکیکو داشته باشه، قشنگ بفهمی داستان چیه. بریم جلو بچه‌ها، ببین چه تستایی میاد. آها، تست تجربی 98، تست گلابی. و من میخوام یه چیز یکم خفن انگیزناکم ازتون بپرسم بچه‌ها. چیه؟ متحرکی روی محور ایکس حرکت میکنه و در مبدأ زمان یعنی تی مساوی 0 از از مکان ایکس مساوی منفی 40 میگذره و در لحظه 6 ثانیه به مکان چی میره؟ به مکان 100 میرسه و در نهایت تو 10 ثانیه به مکان 20 میرسه. سرعت متوسط تو این 10 ثانیه چیه؟ سرعت متوسط دلتا ایکس به دلتا تی، بردارش هم فدای سرت. بچه‌ها یعنی ایکس نهایی منهای ایکس اولیه. ایکس نهایی چیه؟ ته اینه. ایکس اولیه چیه؟ اینه. اوکیه؟ خب پس من بنویسم، خیلی گلابی شد، میشه 20 منهای منفی 40. کل تایم چقدر؟ خودش گفته در این 10 ثانیه آخر تست 10 تا 60 دهم 6 متر بر ثانیه. جواب گزینه است. تست تجربی 98. تست تجربی 98 رو خوب نگاه کن عزیز دلم. همین تمام شد، چیز خاصی ندارم. حالا یه موضوعی بچه‌ها، یه موضوعی فکر کنید به این چیزی که میگم. اگر به شما میگفتم عزیزای دلم، حرکتم موزیان است، عذرخواهی میکنم، اگه بهتون میگفتم تندی متوسط چقدر، چی میگفتید؟ تندی متوسط. خوب نگاش کنید، متحرکمون از منفی 40 رفته به 100، از 100 اومده به 20. من فقط این مکانو دارم. تندی متوسطمون چقدره؟ پاوز کن، واقعا پاوز کن، شرافتا پاوز کن، حل کن، بعد ادامه شو ببین. خب بچه نازنین،
خیلی از بچه‌ها میخوام به نکته بگم خیلی خفنه. بچه‌ها میگن خب آقا از -40 اومدی به 140 تا دمت گرم. مسافتت 140 بود. بعد از 100 هم اومدی به 20 به اضافه 80 تا. تقسیم بر 10 تا 22 تا 220 تقسیم بر این جوابت گزینه 1 میشد اگر تندی متوسط رو میخواستی. خیلی از بچه‌ها اینو میگن. من میگم نه نیست. چرا این نیست؟ شاید تعجب کنید، تعجب برانگیزناک بود جمله‌ای که بهتون گفتم. چرا این نیست؟ بچه‌های نازنین، فرشته‌های روی زمین، از کجا میدونید اگر از -40 اومدم به 100 مستقیم عین بچه آدم اومدم به 100 که میای میگی که مثلا اینجا 140 تاه، و از کجا میدونی عین بچه آدم از 100 اومدم به 20 که میای میگی اینجا 140 تا اینجا 80 تا جمعش میشه 220 تا؟ از کجا میدونی مستقیم اومدم؟ چیزی بهت گفته؟ نه نگفته. من میگم من حال کردم آقا من این بچه آدم نیومدم. چطوری اومدم؟ اینطوری اومدم. خوب نگاه کن، اومدم اینجا، رفتم این جلو، اومدم اینجا. حالا چند متر رفتم؟ نمیدونم. مسافتم چند متر؟ نمیدونم. پس نیایی بگی الان تندی متوسطم 22 ها. قشنگ میتونست گیرت بندازه بچه‌ها. این نکته رو شاید جایی نبینی، دارم اینجا بهت میگم. از کجا میدونی؟ من بهت میگم نقطه اولت اینه، نقطه انتهات اینه. باید بود بهت میگفتم حنجرمو داغون کرده بودم بهت بگم و الانم دارم داغونش میکنم تا خوب تو مغزت بره. ببین باگی که دارم توی این نقاط به من نمیگه کجا تغییر مسیر دادی، به من نمیگه اصلا تغییر مسیر دادی یا نه. بحث سرعت متوسط این باگو داشت، بحث جابجایی این باگو داشت. من به تو 2 تا نقطه دادم، از کجا میدونی اصلا اینو نرفتم برنگشتم دوباره بیام اینجا؟ نمیدونی. پس یه وقت نگی مسافت هم میشه 220 تا، تندی متوسط هم میشه 22 تا. کامل نگاش کن، خواستی بیشتر پاوز کن، بریم جلو.